گلبهار که 10 سال اخیر در مسکو زندگی میکند و سختی های زیادی هجرت را از سر گذرانده است، حالا به کمک زنانی می رود که به تازگی مهاجر شده اند. این زن با تأسیس گروه در شبکه‌های اجتماعی عرض و شکایت زنان مهاجر را میشنود و مشکل آنها رسیدگی میکند. به سلام مایلی حتما تشکیلش میکنیم، جای خوش هم تشکیل میکنیم، همش تشکیل میکنیم انشاءالله. دوستان و مهاجران دیگر را به کمک میخواند. یک کس به جای خوب میمونه، یک کس به کار میمونه، ای کار تامین میکنیم، یک کس در جای خوب تامین میکنیم، خیلی دستگیری میکنیم، یک کس بیمار میشه همه کس دستگیری میکنیم، پول جمع میکنیم، طبابت میکنیم دختره. گلبهار میگوید زنان تاجیک در روسیه عذابی سخت دیده‌اند، ولی مشکل اقتصادی در وطن آنها را مجبور به صبر و طاقت میکند. زنها را مجبور میکنه که شوهراشون جدا میشوند، در تاجیکستان کار فعالیت کردن نمیتونن، رو به سوی مهاجرت میکنن که بیاین شاید که در اینجا کار کنن، زندگیشون پیش برن، کتی فرزنداشون ناموس کنن، بیاین شاید فرزنداشون به پا خیزونن. نزاکت نزدیک 2 سال می شود در مسکو کار میکند. مزد کارش را به فریب از او گرفته‌اند. مجبور است برای روزگاری فرزندانش کار کند و در روسیه بماند. مثلا شما نمونه یک زن تاجیک هستید در مهاجرت در روسیه. میخواستم بگید که زن تاجیک در مهاجرت چی روزگار دارد؟ بسیار عذاب دارد زن تاجیک. در پشتی خیلی بعضی نامردها به فند فریب گرفتار میشه. بسیار روزگاری وزمین. خیلی کار یافتیم شکرانه پروردگار. تو میریم پی کارمون. اکثریت زنان به دلایل مختلف نمیخواهند هویت خود را آشکار کنند. ترس از کارفرمایان روس و خویشاوندانشان در تاجیکستان است که نمیخواهند چهرهشان را نشان دهند. ادیبه فخرالدین زاده بعد 17 سال مهاجرت شهروندی روسیه را گرفته، به فرق از دیگر زنان مهاجر تاجیک شرایط بهتر دارد. او میگوید که در برابر کارفرمایان روس گاه‌ها مردهای تاجیک زنان تنها مانده را که با امید کار و پیدا کردن پول میآیند آزار و اذیت میدهند. ما زنکو را هر گام نمیگم، برای زنکو را کو بسیار مردکو فریب میکنم. به خدا زنک مردم یک کار کنی در فریب یک کس میغلطن. ماترا دوست میدارم، ماترا میگیرم، تو زنی ما میشه، ماترا نیکو میکنم، فریبگری در میغلطه سونش میخره، به ناموسی به ایمان خونه شروع کردم میگیره شد زنک. وقتی که زنک دست پاش ما دیدم تو بکم بعدش زنک دست پا بعد سرش کرد. مهاجران تاجیک گاه‌ها مشکل خود را به حقوق شناسان تاجیکی مقیم روسیه میرسانند. حجت‌های رسمی. مشکل اولین درجه همین است. خیلی مشکل دوم درجه همین است که زبان را نمیدونن. زبان را نمی‌بینن و بسیار حالت‌هایی هست که از سبب زبان را ندانستنشان در بسیار مشکل‌ها دچار گشتند. هزاران خانواده در تاجیکستان از حساب کار نزدیکانشان در روسیه روز می‌گذرانند. در میان نانآوران خانه زنان هم کم نیستند. اکثرا زنان تنها فرزندان خود را در وطن گذاشته به مهاجرت می‌روند. شماره زنان مهاجر هرگز رسانه‌ای نشده است، ولی امکان دارد به چند صد هزار نفر رسد.